چرا فکر میکنیم فقط پسر نام ما رو بلند میکنه؟ خدا هر چی داد همونه. راضی به رضای خدا باشیم. هر هدیه‌ای که داد، چه دختر چه پسر چه هر دوتا، چه نداد صلاح ندونست. چند روز پیش یه مستندی درباره خشونت علیه زنان در هند پخش میکرد، خیلی تکان دهنده بود. در منطقه از هند مصاحبه‌ای که میکرد این مستند که ساخته بود و به نمایش میگذاشت با مردان و زنان اونجا اون منطقه مصاحبه میکرد، میگفتن الان 4 دهه هست که هیچ دختری تو اون منطقه به دنیا نیامده. همه سکت جنین کردن تا گفتن دختره، چون مایه ننگ میدونن، مایه سرباری خانواده